من زنمو بردم بیمارستان فیروزآبادی واسه سزارین بچه‌ام به دنیا بیاره. دیدم گلوی زن منو بریده بودن. بعد رفتیم دادگاه، من پول وکیل نداشتم، پول وکیل دادم. خلاصه جنازه زنمو دادن، جنازه بچه‌م دخترمو بهم ندادن و منو خیلی اذیت کردن. واقعا اذیت کردن. 2 تا بچه‌م دارم. الان میخوام سر کار برم، مجبورم بچه‌هامو با خودم سر کار ببرم. الان دیگه اونم نمیرم سر کارم که بعد از این برم ما توی چرا مثلا قاضی هنوز جواب از پزشکخانه نگرفتیم به من میگه برو پرونده رو از بیمارستان میگی بر پزشکخانه، چرا که همه حرفاشو هماهنگ شه. این از 4 تا قاضی یکی بهش میره، باقی جهنمی هست. چرا بعد این ظلم در حق من که نداشتم پول وکیل بگیرم این حق در حق من این کارو کنن؟ چون که تو زندگیم نامردی بلد نبودم کنم، مال مردم بخورم، پول داشته باشم. بدبختی من همین بوده.